دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. دوستای عزیز، امروز یکی از شفاخانه‌های کابل که شفاخانه انتونی می باشد، افطاری را به پایوازهای بعض از مریضا آوردیم و در روز 12 ماه مبارک رمضان قرار داریم. تشکر میکنیم از دوستایی که این افطاری را در نظر گرفتن و خداوند اجر دنیا و آخرت نصیبشان بده. سلام. مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله، الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر